محبوب ترین سالادها برای مهمانی: سالاد سزار شامل کاهو، نان تست، پنیر پارمزان، مرغ گریل یا سرخ شده و سس مخصوص سزار. سالاد شیرازی: سالاد فصل شامل کاهو، گوجه، خیار، هویج، گاهی ذرت و کلم. سالاد اولویه: سالاد ماکارونی شامل ماکارونی فرمی، کالباس، نخود فرنگی، هویج، ذرت و مایونز. سالاد کلم: مواد اصلی شامل کلم سفید یا بنفش، هویج، سس مایونز و آب لیمو. سالاد اندونزی شامل کلم، هویج، نخود فرنگی، ذرت، گاهی کالباس و مایونز. سالاد یونانی شامل خیار، گوجه، پنیر فتا، زیتون سیاه، پیاز و فلفل دلمه‌ای. سالاد روس: سیب زمینی، هویج، نخود فرنگی، تخم مرغ، خیارشور و مایونز. سالاد تبوله شامل بلغور گندم، جعفری، گوجه، خیار، پیاز، نعنا و آب لیمو. اگه میخوای حرفه‌ای‌تر بشی لذیذ تیوی رو سابسکرایب کن.